اینجا یکی از روستاهای ایالت بیهار هند است. 10 سال بود که به علت بی‌آبی ساکنان روستا به شهرهای نزدیک کوچ کرده بودند. همه جوانان هم رفتند، اما این پیرمرد ماند. او از 30 سال پیش با بیل و کلنگ به جنگ کم آبی رفت. وقتی دیدم همه دارن به شهرها مهاجرت میکنن، با خودم گفتم پس سرنوشت روستا و زمینهای مرغوب کشاورزیش چی میشود؟ تصمیم گرفتم از منطقه کوهستانی و جنگلی آب را به روستا بکشانم. از 40 سالگی برای رسیدن آب به زمینهای کشاورزی روستا 5 کیلومتر از کوه و دشت تا روستا را کند. اهالی روستاهای اطراف و جوانان هر روز این پیرمرد را مسخره میکردند. من شک داشتم که موفق میشوم یا نه. برخی‌ها به من میخندیدند. خانواده‌ام من را از این کار منع میکردند. حتی غذا هم به من نمیدادند. اما من فقط به کارم فکر میکردم. تا اینکه او آب را به روستا رساند، زمین‌ها سرسبز شدند و حیوانات سیراب. 3 روستا با 3000 سکنه از دسترنج او بهره مند شدند. تلاش‌های او روستاهای منطقه را از نابودی نجات داد. کانال و سد خاکی کوچک او مشهور شده است. بچه‌ها در آن آبتنی می‌کنند. حالا او قهرمان منطقه است. رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی هند به محض اطلاع از ماجرا به پاس زحمات 30 ساله این پیرمرد یک دستگاه تراکتور به او هدیه کرد. باعث افتخار ماست که از این گونه افراد که با دست خالی برای توسعه و آبادانی کشور تلاش می‌کنند قدردانی کنیم. حالا او پس از 30 سال تلاش و زحمت با تراکتور می‌خواهد زمین پرآبش را بکارد. هرچند مویش سفید شده و دندانی ندارد، اما مردم دوست دارند مجسمش را بسازند تا تلاش و کوشش او برای آیندگان نیز در ذهن‌ها بماند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.